آه میلاد کمپری دیگه بسته. باید کم کم راه بیفتیم. ولی من خیلی قبلش جونم کمه. بذار یه خورده غذا بخورم. خوبه. یه دونه سیب تره جادویی هم خوردم. لعنتی اینا دیگه چه موجوداتی هستن. راه بیافتیم. این چیه دیگه؟ یه دروازه جهنم. اون دیگه چیه؟ حاجی چقدر زامبی اینجاست. لعنتی ها ببینید. میرا سریعتر بیا کارشونو بسازیم. یه بیبی زامبی هم داره میاد سراغ من. یعنی اومده سراغم. کشتمش. سریع دارم اینا رو میکشم. حاجی اینا خیلی زیادن. بیا کمک من. تو کجایی؟ اومدم تو راه بودم. داشتم با فیلر جادویی هم جنگیدم. لامصبو ببینید. حاجی اینا خیلی قویه سریعن. اندر من برای چی باید بیفته سراغ من؟ ها آره. حاجی سریع تو اندر پایگاه. من چرا اینجوریه؟ بیا تو پایگاه. فرار کن. اندرمن دنبالته. آخرش اینم از آخریش. حاجی چه نبرد سختی بودش. دهنمون سرویس شد نه؟ خیلی بد درست. اصلا که خوبه. حاجی نظرته اینجا همینجا خونمون کنیم. فکر یه من اینه. دروازه جهنم هم داریم. حالا قشنگم از چش. اگه میخواید پارتای بعدش رو با میلاد بگیریم حتما حمایت کن ازمون.